همسال 7 نوامبر در جمهوری تاجیکستان روز تئاتر جشن گرفته می شود. وابسته به این موضوع در برنامه یک سوال ما از ساکنان پایتخت پرسان گشتیم که آخران مراتب کی به تئاتر رفته بودند. به کینوتئاتر وطن رفته بودم که آنجا برای یک نمایش. بار آخر به نمایشنامه میکی بخشیده به زادروزی هاشم گدا بود رفته بودم. این در کینوتئاتر به نام زیبونیسا بود. چند روز پیش رفته بودم. آخرین بار نرفتیم. به تئاتر کی بود؟ سال بود. به تئاتر؟ بله. آنچه شده. آنچه وقت شد. و تئاتر خوجانبه کمال خوجاندی کنسرتی نبی دو سال گذشت. 2 سال؟ خوزی کوید کتی یگون جوی نمیریم. خونه دمیشیم. آخرین بار یک هفته پیش بود. کدام نمایش شد؟ و خیالم که چی بود؟ عبیدالله رجب بازی میکنه کو. آخرین بار آخران بار که به تئاتر؟ تئاتر یک بار نرفتیم. شما چی؟ تئاتر رفتگی نیستم. پارسال همکورسان هم رفته بودیم. کدام نمایش؟ تئاتر میچ رفته بودیم. رادیوژن تئاتر رفته بودیم درباره مادر. آخرین مرتبه من به تئاتر به نمایش شاهنامه فردوسی که در آنجا قربان صابر نقش در قهرمانی اساسی بود. وقتی که ما به تئاتر رفتیم از تماشای اون بسیار حلاوت بودم و من پیش از آن رفته بودم. وقتی که رفتم صحنه آفرینی قهرمانان رو دیدم در حقیقت خود را در داخل همون اثر تصور کردم.